عصر آکواریوس، برزخ یا رستاخیز که از سال 2000 ریزش ابعادی پیدا کرد و از سال 2012 تونست شیفت کنه و وارد این عصر جدید بشیم و تا سال 2030 به اوج خودش خواهد رسید. عصری که بعد از گذشت 250 میلیون سال انحنای زمان و مکان و جای دادن هزاران نسل در درون خودش به این عصر از تکنولوژی، آگاهی و تکامل دست پیدا کنه و عواملی چون صورت‌های فلکی، کهکشانی و فوتون‌های نوری با همسو شدن و همراستا شدن با ماده، جامدات، مایعات، نباتات و تحت تاثیر قرار گرفتن انرژی، فرکانس، ارتعاش، جاذبه و حتی میدان‌های الکترومغناطیسی که الکترو از آسمان و مغناطیس از زمین و تمام این عوامل دست به دست هم و همراستا باید می‌شدن تا عصر جدیدی رو به وجود بیارن و تمام اشخاصی که با این تغییرات همسو و هم تعادل نشن به معنای واقعی حذف خواهند شد. اگر دوست دارید که از عصر آکواریوس و نشانه های اون بیشتر اطلاع پیدا کنید با ما همراه باشید.